تا حالا شده وقتی میخواین از گوشیتون استفاده کنین میخواین یه متن رو از یک صفحه گوشیتون بتونید کپیش کنید؟ با این برنامه که براتون آوردم میتونید یک میانبری براش تعریف کنین و بتونید با نگه داشتن یه گزینه به راحتی از این متن کپی بگیرید. سلام رفقا، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال مهدی آنلاین. توی این ویدیو میخوام بهتون یه برنامه رو معرفی کنم که بتونید با نگه داشتن یکی از میانبرهای گوشیتون هر متنی که توی صفحه هست رو استخراج کنید و ازش کپی بگیرید. تا ادامه این ویدیو من همراه باشین. اما قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو، خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنید و کانال من رو هم سابسکرایب کنید. در ابتدا این برنامه رو از گوگل پلی دانلود میکنیم و واردش میشیم. اینجا اولین گزینه رو ما انتخاب میکنیم و میگه باید وارد تنظیمات بشیم. این گزینه رو میزنیم. اینجا برنامه‌های بارگیری شده رو انتخاب میکنیم و این گزینه رو میزنیم و این گزینه رو فعالش میکنیم و بعد میبینیم که برنامه برای ما راه اندازی شده. حالا این قسمت تعیین میکنیم که چه گزینه‌ای رو بزنیم تا این امکان برای ما فراهم شه. اینجا هم گزینه‌های مختلفی داره. مثلا این گزینه رو من انتخاب میکنم، با افزایش صدا این گزینه برای ما فعال شه. من حالا صدا رو افزایش میدم، میبینید که یک همچین صفحه‌ای برای ما میاره. من حالا هر قسمت هر متنی که داشت رو انتخاب میکنم و کپی میکنم. این قسمت هم گزینه کپیش میاد و کپی رو میزنیم. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. لایک و سابسکرایب یادتون نره.